من الان میخوام برم از روی رودخونه عبور بکنم. این مسیر که مردم عبور کردن و فکر کنم از این سوتما بوده که کشیدن تا اینجا اومده. من الان دقیقا روی آب هستم، روی رودخونه. فکر کنم عمق 1 متر باشه که یخ زده، چون جای دیگه میرن رو ماهی میگیرن، با ماشین میرن چادر میزنن و ماهی میگیرن. اصطلاحاً بهش میگن آیس فیشینگ. این تا اون انتها رفته.